سال 85 شهرک صنعتی شمس‌آباد کارخونه تزریق پلاستیک آقای منفرد داشت این نیم طبقه سوله رو بازسازی میکرد. میگه همه کارا رو انجام دادیم، فقط مونده بود یه پنجره که بیاد حفاظش رو جوش بده آهنگر. هر چی زنگ میزدیم 1 ساعت دیگه میام، 2 ساعت دیگه میام. میگه اعصابم خورد شد، زنگ زدم هر چی از دهنم در اومد بهش گفتم و موبایل قطع کرد. بعد از ظهر کارخونه از کف آتیش گرفت، آقای منفردم تو نیم طبقه گیر افتاد. میگفت آرمان تنها جایی که تونستم خودم رو نجات بدم همون پنجره‌ای بود که اون آهنگر نیومد اونو جوش بده، وگرنه الان جزغاله شده بودم. و این حادثه درس عجیبی توی زندگی به من داد که تا آخر عمر فراموشش نمی‌کنم. این که وقتی تمام تلاشتو می‌کنی یه کاری نمیشه، حتما خدا داره از یه اتفاق بدتر جلوگیری می‌کنه یا داره من رو هدایت می‌کنه به سمت یه چیز بهتر. میگفت از اون روز به بعد دیگه عصبانی نمیشم و همیشه آرومم.